یکم اکتبر اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی از وضع زندگی مردم، افتتاح یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون و صحبت و ملاقات با ساکنان به ناحیه میر سید علی حمدانی ولایت ختلان تشریف آوردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در درآمدگاه ناحیه ساکنان با صمیمیت خاصه استقبال گرفتند. در اینجا پرزیدنت مملکت نخست از بالای لوحه رمزی مجمع درآمدگاه ناحیه پرده برداشته آن را افتتاح کردند. مجمع نو درآمدگاه ناحیه میر سید علی حمدانی در شفت شاهراه ناحیه حمدانی و فرخار در مساحت 500 متر مربع با قیده سبزکاری و کارهای چراغانکنی بنیاد گردیده است. بلندی مجمع 10 متر را تشکیل داده آن با نوشتجات ناحیه حمدانی 12 ستون پایه و عکس علامه میر سید علی حمدانی آرایش یافته است. مجمع درآمدگاه ناحیه با طرح نوی معماری و زیرپایه آن با سنگ‌های مرمر ساخته شده است. انشاءات مذکور بعد از نوسازی شاهراه ناحیه با دستگیری صاحبکاران محلی در جای اولای لوحه درآمدگاه ناحیه که سال 2004 ساخته شده بود با میدانچه پذیرایی مهمانان بنیاد گردیده است. مجمع نوی درآمدگاه ناحیه با کارهای کبوترکنی از جمله پرورش یکچند نوع گل‌های موسمی شفت شاهراه ناحیه حمدانی و فرخار را در این موضع خیلی آباد و زیبا نموده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اقدام صاحبکاران طرح بنیاد مجمع و صفت کارهای ساختمانی بهای بلند دادند. بعد افتتاح مجمع درآمدگاه ناحیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 16.1 کیلومتر راه دارای اهمیت جمهوری را که سالهای دراز تعمیر طلب بود بعد از نوسازی مورد استفاده قرار دادند. طور اطلاع داده شد این شاهراه در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به استقبال جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مبلغ‌های بودجتی و سهم صاحبکاران محلی با خرج بیش از 15 میلیون سومانی پوره از نوسازی گردیده است. تجدید راه مذکور از آخر سال 2020 آغاز شده با استفاده از تکنیک معاصر و جلب متخصصان ساحه در مهلت مقرر گردیده با صفت بلند به انجام رسانیده شده است. راه در مسافت 13.1 کیلومتر تا درآمدگاه شهرک مسکو با پهنای 7.5 متر اسفالت پوش گردیده است. در جریان کارهای تجدید و از نوسازی سطح راه در بعضی قطعات تا 1 متر با گذراندن کارهای زمینی از نو تخت و هموار و اسفالت پوش کرده شده است که این به تامین صفت راه و مهلت بیشتر استفاده برای آن مساعدت خواهد نمود. در شاهراه برای تامین بخطری حرکت واسطه‌های نقلیات در یکچند قطعه انشاءات حمایوی ساخته شده 260 عدد علامت‌های راه نصب و ایستگاه‌های مسافرکشانی نیز از نوسازی گردیده است. با دستگیری صاحبکاران محلی نزدیک 70 کیلومتر راه‌ها پوره از تعمیر برآورده شدند. از اینها 13.1 کیلومتر راه‌های اهمیت جمهوری داشته، نزدیک 40 کیلومتر راه‌های اهمیت محلی داشته و 16.1 کیلومتر راه‌های کوچه‌های شهرک می‌باشند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با لایحه تجدید و از نوسازی راه مذکور این تشبث صاحبکاران را در سمت از نوسازی راه پل‌های اهمیت جمهوری و محلی داشته حدود ناحیه نمونه عالی وطن دوستی و سهمگذاری در آبادی و پیشرفت کشور ارزیابی کردند. راه اهمیت جمهوری داشته ناحیه چند سال اخیر پوره در حالت تعمیر طلب قرار داشت. در جریان کارهای تجدید و نوسازی سطح راه در بعضی قطعات تا 1 متر با گذراندن کارهای زمینی از نو تخت و هموار و اسفالت پوش کرده شده است که این به تامین صفت راه و مهلت بیشتر استفاده برای آن مساعدت خواهد کرد. در مجموع در ناحیه میر سید علی حمدانی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران محلی در مسافت قریب 40 کیلومتر راه‌های اهمیت جمهوری و محلی داشته پوره اسفالت پوش کرده شدند. اکتبر در ادامه سفر کاری در ناحیه میر سید علی حمدانی اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنای مؤسسه تاسیسات میانه رقم 42 ناحیه را مورد استفاده قرار دادند. مکتب نوی دهه نوآباد دهات مهنت آباد ناحیه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف مرکز تطبیق لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها با خرج 3 میلیون و 500 هزار سومانی بنیاد گردیده است. انشاءات مذکور از 2 آشیانه، 13 صنفخانه، 2 حجره کاری و کتابخانه عبارت بوده در آن 528 نفر خواننده در 2 بس و تحصیل فرا گرفته می شود. برای ساختن چنین بارگاه علم و معرفت منتداری صمیمانه خود را و محترم پیشوای معظم ملت می رسانیم. طور تاکید شد در ناحیه میر سید علی حمدانی برای رشد ساحت در سالهای استقلالیت دولتی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بیش از 20 مؤسسه تعلیمی ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. در دوره صاحب استقلالی کشور در قلمرو ناحیه میر سید علی حمدانی
аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар назди 23 муассисаи таълимӣ биноҳои нави таълимии ҷавобгӯ ба шароити имрӯза муҷаҳҳаз бо таҷҳизотҳои ҳозиразамони таълимӣ барои 6898 нафар хонандагон ҷойи нишаст муҳайё карда шудааст. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 42 деҳаи навободи ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳия низ дар идомаи босурат аз чунин корҳои созандагӣ бунёд шудааст. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омӯзгорон ва маорифчиёни ноҳияро вазифадор намуданд, ки ба кори таълиму тарбият таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда, хонандагонро дар рӯяи донишандӯзӣ, ватандӯстӣ ва ҳисси ифтихори миллӣ ба камол расонанд.